میدونستید توی این قسمت از انیمیشن باب اسفنجی توی یه روز عادی که باب اسفنجی داشت آشپزی میکرد خرابکاری کرد و وقتی که اومد گندش رو تمیز بکنه اشتباهی اسپری تمیز کننده رو زد توی چشمه خودش و اونم پرت شد زیر گاز. اما وقتی اومد اونو از زیر گاز برداره که خیلی هم کثیف بود و معلوم بود مدت‌ها تمیز نشده بود، اشتباهی سر و کله یه توتیای دریایی پیدا شد. مردم از رستوران خرچنگی بیرون رفتن و خود اونا هم دنبال چاره‌ای بودن که این توتیا رو از رستوران خرچنگی بیرون بکنن و همیشه بهترین نقشه واسه اونا چیزی بود که به فکر انسان‌ها نمیرسید. البته خب اونا انسان نیستن، ماهیان. اونا توی این فکر بودن که برای اون توتیا یه جفت پیدا بکنن و خب چون که این کار سخت بود فکرشون اومد سریع دنبال پلانکتون، البته همراه با کاکتوس اختاپوس. این نقشه داشت خوب پیش میرفت تا جایی که توتیا خودش با پلانکتون دوست بشه و کل فک و فامیلش رو نریزه سر اون. البته خب اختاپوس اینجا یه فکر خیلی خوب داشت. دیدیم وقتشه این دیوونه بازی رو تموم کنین. بذارین این نمایش عجیب و فریزش کنین. هی میدونین چیه؟ انگار داره سرعتشون میاد پایین. ببین چقدر قشنگه. خب حاضرم. هیچ اتفاقی نمیافته. خفنا توی کامنت بنویسید باب اسفنجی صد داشتار کجا برد.